آخ کارو ببینید. جونم نیسان زد این ده هاوس در رشت. برید تست رایو داشته باشید. به نظرم خوبم کار شده. فیلم کربونشو ببینید، رنگ خاصی هم داره، بادمجونیه تقریبا. اینا که توبولادهش یه ذره کسی فلش بگم پیش میاد چون ای بارون میاد یا آفتاب میشه. سیستم اگزوزش هم که میبینید. این ماشین اگه گفتید به در چی میخوره؟ دریفت. مرسی. خب داداشم هلو خوبی داشتم. خیلی خوش اومدی. مرسی عزیزم. اسم گل تو من نمیدونم. بنده علی هست. علی عزیز خوشبختم از داشتن علی جون. فقط یه خورده صدای اگزوزش زیاد اذیت نمیکنه. ما که خوشمون میاد، فکر کنم بچه‌ها هم که میبینن سرسر خوششون میاد. حالا مردم اذیت نشن دیگه اوکی. مردم همیشه اذیت میشن از دست هر تو. کاری می‌کنی. عادتشون ندادی هنوزم. پارکینگ استارت میزنیم مردم اذیت میشن. آخه واقعا این ماشین همین جوریه داداش دیگه، مثلا چه انتظاری میشه داشت. آره دیگه متاسفانه نمیشه. در باقی متاسفانه یا خوشبختانه؟ برای ما که خوشبختانه. آره دیگه دقیقاً. واسه اونم متاسفانه. آره. چون بنزین اینو فقط از تهران میاریم. آره خیلی هم حساسه داداش. آره خیلی با چه ریسکی، با چه بدبختی. خلاصه مشکلات ماشین بازی توی رشت داره. الان از 403 از 402 به بعد اینجوری شد. خیلی دیگه بنزین که کاش اومد پایین. سوپر ندادن به هیچ جا، فقط به خود تهران. اونم ما یه بار فهمیدم. می اومد ما با کلی بدبختی رفتیم خلاصه بنزین. اکتان هم که مداوم میریزی توش. اکتان اصلا توش تاثیر نداره اصلا. فقط کیو موقع رکس که حالا درگ ایجاد. ولی ماشین رو تمیز عملی نگهش داشتی ماشینو. ماشین دیگه اصلا بچته دیگه. 10 سال دست ما. واه بچته.